این مورد همونجوری که پیشنهاد شده صورت نگیره، به نظر من با یک استراتژی گفتمانی نفی و انکار روبرو هستیم. توجه میکنی؟ من اینو دقیقا میگم در مورد اونجی که به اصطلاح اساسنامه یا هر چیز دیگر هست. ما هیچ وقت ببین بحثایی که شده، بحثایی که من اینجا میگم، این بحثا بیشترشون از نظر به اصطلاح گفتمانی و از نظر اطلاعات تاریخی و سیاسی که وقتی من نگاه میکردم در این گروه واتساپی متاسفانه غلط بود. متاسفانه غلط بودن و بر اساس این بحث‌های غلط تصمیم‌گیری‌های دقیق سیاسی گرفتن به نظر من اشتباه بسیار بزرگ. ربط دادن حق تعیین سرنوشت به لنین اشتباه عمده‌ایه. حق تعیین سرنوشت اقلاً یک قرن قبل از لنین به وسیله روسو بیان شده و در ارتباط با لهستان، استقلال لهستان، بعد از اون ایرلند و بعد از اون فنلاند بوده، نه در ارتباط با مستعمرات. و مارکسیست های به غیر از لنین هم به شدت مخالف بودن با این، همچنان که لیبرال ها بودن. این مسائل رو ما باید سر جای خودش. وقتی ما میگیم ملت و اتنیک، این سوال همیشه پیش میاد چه فرقی هست بین اتنیک و ملت؟ به نظر من باور دارم به اونایی که میگن هیچ فرقی نیست به جز یک ارتش بزرگ. اگر اون ارتش بزرگ را به اتنی بدید، همون ملتی خواهد که شما در مقابلش ممنونم آقای ولی، خیلی متشکرم.